بچه وای امیر بخون دهنمون بلند سنده بخون. چی دیگه گفت امید گردش گفت به سنت میخوره. 4 تا دوست داشتنی مردمی. سلام آتیسا جون، خیلی خوش اومدی. از من خودش فهمید چی شد. سلام بر وقت چطور آقا امیدوارم که حالت جره چه خوب باشه. امیرعلی گیمر هستم. خیلی خوشحالیم به سراغ یه ویدیو جذاب. توی این ویدیو قراره علی بریم یکم با استریمر شروع کنیم و حسابی بخندیم. لایک کامنت دنبال کردن فراموشتون نشه. خیلی دوستتون دارم. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. عشقش این کار شب و روز بیخواب دوست داره چالش کنم تو قبرستون هیپ هاپ بیت باکس چیکی چیکی بام 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 حرفه‌ای پیدا کردم. عشق می‌کنی؟ همه اینا جهت خوبه خنده خوبه. است. وایسا. بذار ببین داشت چه زاویه ببینم. فکری داشت. آیا آدمی منحرفه یا نه آدمی خوب؟ نشستیم باید غذامون رو اوکی کنیم. من غذا ندارم. داداش 5000 چیه همه میذارید 5000 تومان به بالا؟ من یکی میخواد دیسکاتون کنه با 1000 تومان. بعد شغل غذا رو غذا بیداری مرسد فالو چرا گیف پخش نشد؟ حساب یه فکی داری چه خبرتونه؟ درست شد. نه وبکم افتاد. خب بچه وایسید ببینیم ریاکشنش چیه. یه چیز سم براش زدم. رفت نه بذار منتظرم بریم. من بتمنم الان سوپرمنم. احسن یه رفرش بذار بدم. علی ببین آتیسا مرسد فالو بش اومدی تازه فالو براش رفته. گیف فالو. وایسا برو علی اومد دونیت هم براش. آره اومدم. بچه وای امیر دهنمون بخون بلند بخون. امید گردش گفت به سنت میخوره. خوبه. اینو فقط مخصوصا بابا این چرا روش نمیکنه؟ چرا روش نمیکنه؟ خوبه. علی بنویس چاپ. بی پدر دو مادر. ولش کن بریم نفر بعدی. 2000 years later. بیا تعداد باید زیاد باشه. اومدی؟ ای سیم بچه دوباره همونو بنویسم. آتیسا آره پیدا کردم. این توه آتوسا دوست دارم بخونه. مرسی واسه بابا بخون. علی تو رو چتت بنویس بخون. بنویس علی بخون. خیلی دوست دارم. ممنون. من تو آپارت اکانت لاگین سلام. نکردم. گفت درست در نیار علی. رشت 4 تا دوست داشتنی مردمی. You serious? سلام آتیسا جون، خیلی خوش اومدی. از من خودش فهمید چی شد. آقا نخندید بچه، نخندید. خب وای خوش اومدی آتیسا جون، ممنون هستم. آقا به خودم هم مردم آزار نیستم. این جنبه فال بعد این خب وزنش سبکتر بود. بعد چه داره میپیچونه دیگه. آره آتوسا همون آتوسا. آره بچه داشتم بهتون میگفتم. وای بچه داشتم بهتون آخه ببینی چی یادم اسمش کار ندارم توضیحاتش یه ذره. آره بچه اینو میزنی پشت کیس. مثلا من این موز قبلیه بچه، موز قبلیه دیگه داغون بود خدا وکیلی. اینو میزنی پشت کیس. هی دست شما درد نکنه. نمیتونه خودش داره میخنده. ما کار کرده دیگه، متاسفانه نیازت نداریم. خدا نگهداری میکنیم ازت. خدا حافظت. آقا من میخوام یه بار دیگه بزنم یه چیز دیگه بنویسم. برم علی.
برو واسه دونیتت خیلی دوستت دارم. یه دقیقه نمیتونم به خود توضیحاتتو بخونم، موسمو کشیدم یه لحظه وایسا. مرسی فدات شم. وایسا. هدفونایی که خیلی چیزن قشنگن و آقا آرژیبی دونیت اینا دارن، جدید دلیل زدم. به آی، خوب بودنشون نیفته نیست. وبکم. الان این هدست بله آتیسا جون خیلی ممنون. نوشتم مردم رشت خیلی مردم خونگرمی به کسی دست رد نمیزنن. فرهاد جون که شما گفتن بنویس بخون، بنویس بخون. اسمت 207 بنویس بخونش. اصلا فضل چم آپارات میگه شما مجاز به ادمین کردن این کاربر نیستید، اصلا این ارور رو میزنه چون اسمت 200 خورده ای نمیشه. نخندید بچه‌ها نخندید. آقا ما کاملا جدیم. آتوسا جون خیلی ممنون واسه دونیتات. بخونم. آخ منم چند بکنم منم نوشته که واقعا رشت مردم خونگر میدارن، دست رد به کسی نمیزنن. آخ بسته دیگه. آقا بریم سراغ نفر بله. بعدی. همم گیر دادم بخون. میگه آتوسا خوبی؟ آقا آقا بذار من بنویسم. کل چتم دارم میخوام. بچه شما سنتون یه خورده کمی. شما مگه نگفتی من 9 سالمه؟ چرا کمی؟ واقعا موندم. آخ نمیخوام از این استریم برم واقعا. میگه من ورتکس. آخه صداشو در نیارید بچه ها، صداشو در نیارید. بذار من مثلا ازش که یه حلالیتی هم بگیرم. آتیسا جون شما خیلی درست میفهمید فدات شم. میگه آتیسا حالت خوبه؟ اون موقع بچه دیروز پیروز هم دونیت کرده بود، من نخونده بودم توضیحاتش، حواسم نبوده. اینم به خدا خیلی خوبه بچه ها، فقط بلش کن مستر نوید. آتوسا یه دختر خیلی پاک و پاکدامنی. آها بچه ها امیرعلی با چیز اصلیش اومده، امیرعلی گیمر نوشته شرمنده گفتم چت یکم بخند. دست در واقعا همه خندیدن، دل یه ملت رو شاد کردیم بچه. پسر بود بچه. آقا بچه پسر بود. علی بریم سراغ نفر بعدی. بریم نفر بعدی. آقا فقط قبلش فقط حواستون باشه. واسه من یه لحظه برم OBS ببینم. آقا بروکس فقط اینا همه جنبه فان داره، بعدا نگید ایستگاگیری و این چیزا، همه اینا با جنبه فانه. آقا برو بریم سراغ یکی دیگه. رو بود چون نمیتونستم یه سری شرط رو نشون بدم، بخاطر فقط تاثیر منو داشت، ولی همون صدا رو هم شنیدید واقعا زیادی بود. تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. لایک، کامنت، دنبال کردن ویدیو فراموش نشه. همتون رو خیلی دوست دارم. تا ویدیوی بعدی فعلا خدافظ. به سازن نمیگشتم بعد کارم، فهمیدم اونی که اسمشو نزدن همه کار است. درسته ندارم اون چیزا که همه دارم، ولی این چیزایی که دارم و اون همه ندارم. نخمارت کردم تو سوزن سعادت، اجازه ی موندن تو دوزخو ندارم. از همینجا که هستیم برده روحم و ترانم، هر جا بگردی ببینی خونم و خراب است. خیلی بیشتر از جریمه هم دادم، داستانای تخمی حقیقت دارن. با اینکه تو تاریکی فریبه هم دادم، ولی گهگاهی راحت میشم از این ور بازم. مینویسم حتی اگه نبینم کاغذ تا بفهمم چرا اینا غریبم با هم. شاید هر روز با کسی دست دادم، اون کسی هیچ کسی نبود به جز اعمالم. چطور بگم چطور رد دادم وقتی هر چیزی که میبینم به کل افسانه است. اگه خوب نمیدونی دربارم یه پرندم که هر رو پرت گلم دادن.